دانشگاه دولتی بشردوستانه روسیه رسو، مؤسسه آموزشی پیشرو روسیه در زمینه علوم انسانی و اجتماعی. این دانشگاه بیش از 80 رشته مختلف تحصیلی رو ارائه می‌دهد که به دانشجویان این امکان رو می‌دهد تا مسیر تحصیلی رو که مناسب آنهاست انتخاب کنند. رسو به دلیل آموزش با کیفیت و انواع تحقیقات علمی مشهور است. این دانشگاه هم در سطح روسیه و هم در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. تاریخچه دانشگاه دولتی روسیه برای علوم انسانی از سال 1553 آغاز می شود. به زمان ایوان مخوف، زمانی که چاپخانه مسکو ایجاد شد، باز می گردد. امروزه این شیء تاریخی در حیات مؤسسه تاریخی و بایگانی دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه در خیابان نیکلسکایا قرار دارد و ارتباط دیرینه دانشگاه با سنت‌های فرهنگی و آموزشی روسیه را یادآور می شود. حیات چاپ که در اصل در کیتای گورود قرار داشت، به مرکز چاپ کتاب و انتشار دانش در روسیه تبدیل شد. به زودی چاپخانه سینودال در همان نزدیکی ساخته شد. پس از انقلاب 1917 ساختمان چاپخانه تعطیل شد و چاپخانه گزناک در داخل دیوارهای آن قرار گرفت. سپس در سال 1931 به مؤسسه تاریخی و بایگانی دولتی مسکو منتقل شد. یک موزه هنر آموزشی به نام ایدول در دانشگاه دولتی روسیه برای علوم انسانی افتتاح شد. تسوتاوا تجسم نمایشگاه موزه به گونه‌ای ساخته شده است که ارتباط ژنتیکی آن را با موزه هنرهای زیبای پوشکین که در سال 1912 توسط حدود 750 نمایشگاه در 7 سالن موزه تسوتیو در مصر وجود دارد. این موزه دارای 7 سالن نمایشگاهی است که هر کدام نشان دهنده دوره خاصی از تاریخ و فرهنگ هستند. هنر مصر باستان، سالن از 1 تا 2، هنر آسیای غربی باستان، سالن 3، هنر عتیقه، سالن از 4 تا 6، هنر قرون وسطی، سالن 7. هر ساله مدیریت همراه با دانش آموزان ده‌ها رویداد جالب و مفید را برگزار می‌کند که می‌توانید در آنها شرکت کنید، مانند روز اهدا کننده رسو، رویداد خیریه رایگان، شاید شما جان کسی را نجات دهید، پاییز دانشجویی، یک مسابقه خلاقانه سالانه برای دانشجویان سال اول دانشگاه دولتی روسیه برای علوم انسانی که در آن همه می‌توانند استعدادهای خود را نشان دهند. مسابقات قهرمانی و جام‌های دانش آموزی، مسابقات قهرمانی در فوتبال، کشتی بازو، بولینگ، یک جام شطرنج و همچنین رشته‌های ورزش الکترونیکی وجود دارد. خانم مستر رسو میس ان مستر رش یکی از بزرگترین، جالبترین و مورد انتظارترین مسابقات در دانشگاه ما است. نحوه ورود به دانشگاه دولتی روسیه برای علوم انسانی. مرحله 1. مدارک را ارسال کنید. برای پذیرش شما نیاز دارید گذرنامه، صفحه ویزا در صورت وجود، گواهی پزشکی سلامت، فرم 086، سند تحصیلات قبلی به همراه ضمیم ریزنمرات، بیمه نامه پزشکی معتبر در روسیه، اسنادی که دستاوردهای فردی را تایید می‌کند. می توانید در مورد سایر اسناد در یادداشت مطلع شوید. مدارک قابل ارسال است. شخصاً در آدرس مسکو، خیابان چایانوا، ساختمان 15، ساختمان 2. از طریق حساب شخصی متقاضی رسو. مرحله 2. قبولی در امتحانات. اتباع همه کشورها و افراد بدون تابعیت می توانند به صورت پرداختی درخواست دهند. در دانشگاه دولتی روسیه برای علوم انسانی، هزینه آموزش برای اتباع خارجی و شهروندان فدراسیون روسیه یکسان است. متقاضیان به صورت پولی تنها در 2 آزمون شرکت می کنند. آزمونها را می توان به صورت آنلاین یا حضوری در دانشگاه برگزار کرد. هنگام درخواست بودجه، امتحانات به صورت حضوری در دانشگاه گرفته می شود. برای اینکه بدونید در کدام آزمونها باید شرکت کنید، امتحانات داخلی در چه تاریخی برگزار می شود و حداقل امتیازات لازم برای قبولی به وبسایت اصلی بروید. مرحله 3. ثبت نام و درخواست ویزا. بر اساس نتایج دریافت مدارک و آزمون ورودی، دانشگاه دولتی روسیه برای علوم انسانی یک لیست رتبه‌بندی جداگانه از متقاضیان برای هر مسابقه تشکیل می‌دهد. لیست مسابقات در وبسایت اصلی منتشر می‌شود.
پس از پذیرش، بسته به کشور محل اقامت خود، ممکن است نیاز به ویزا داشته باشید. برای صدور دعوتنامه ویزا، باید سفارش ثبت نام یا توافقنامه آموزشی و رسید پرداخت را با چک به بخش آموزش ویزا و ثبت نام ارسال کنید. Visit Sign Reg Dowry